سلام دوستان، خوش آمدید به آپدیت جدید از ایتریوم. امیدوارم که همه حالشون خوب باشه و بریم که داشته باشیم. خب در کل من یکم زوم اوت کنم که بگم چه اتفاقاتی افتاد توی چارت اتریوم. ما میتونیم که بگیم توی یک کانالی بودیم توی این ناحیه، توی این رنج قیمت که اتریوم تونست بیاد بیرون از این کانال. پس ما دیگه اینو نیاز نداریم الکی چارت ما رو شلوغ کرده میزنیم بره. اوکی، این تا اینجا. ما کلنش توی شمارشی که توی چارت اتریوم داریم خیلی شباهت داره با چارت بیت کوین. از این لحاظ که ما میگیم یه موج 3 داشتیم توی ناحیه، اومدیم پایین توی موج 4 و میتونیم بگیم که موج 4 تموم شد و در حال حاضر توی موج 5 هستیم اینجا. اوکی، این تا اینجا. این موج 5 به سمت بالا تو 5 ساب ویو یا تو 5 تا موج کوچیک‌تر قرار رقم بخوره که ما میتونیم بگیم توی این ناحیه به سمت بالا موج 1 رو داشتیم، موج 2، موج 3 که الان میتونیم بگیم توش هستیم، یه پول بک توی موج 4 و توی موج 5 بریم به سمت بالاتر که موج 5 اینجا بزرگترمون تکمیل بشه که بعد توی یه موج 2 بیایم به سمت پایینتر و دوباره سعی کنیم حمایت پیدا کنیم. این تا اینجا. اوکی، و میتونیم بگیم که الانم توی این موج سوممون توی یک ABC داره انجام میشه که دقیقاً اینو میتونیم ببینیم، یه دونه A، یه دونه B و یه دونه C. و چیزی که خیلی 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 مهم هستش اینه که بدونید دوستان، مثلا ما توی یه موج میریم بالا، این یک موج بستگی داره، بعضی وقتا توی 5 تا موج کوچیک‌تر انجام میشه یا بعضی وقتا توی 3 موج ABC. و اینجا میتونید دقت کنید که ببینید این حرکت به سمت بالا ما میتونیم بگیم که توی یه دونه A، B، C بودش، پس تو 3 حرکت رفت بالا توی موج یکمون. و اینا کلا خیلی مهمه که در جریان باشیم و بدونیم این موج الیات در چه شکلی هستش و بعضی وقتا ما میتونیم توی 5 موج بریم بالا، بعضی وقتا هم توی 3 موج میتونیم بریم بالا. خب این تا اینجا. ناحیه‌هایی که من قبلا توی چارت گذاشته بودم، ما یه ناحیه حمایتی داشتیم که دقیقاً میبینیم که تو همین باکس قرمز رنگ قیمت حمایت پیدا کرد و به سمت بالاتر داره برمیگرده. و چیزی که هستش، اتریوم در کل خیلی ضعیفتر داره از بیت کوین فعالیت میکنه، خیلی حرکتاش ضعیفتر میزنه. میبینیم که اصلا اتریوم نتونست برسه دوباره به این ناحیه $2100 و بالاتر و خیلی ضعیف داره کار میکنه در کل. و خب چیزی که الان توی این ناحیه مهم هستش که ما تونستیم حمایتمون رو پیدا کنیم توی این باکسی که من برای دوستان مشخص کرده بودم و به سمت بالاتر ما اگه بگیم که باشه الان چون موج سوممون هستیم چه قیمت ها رو باید ببینیم، ما حداقل باید $2200-2190 رو ببینیم. ما باید این ناحیه رو تاچ کنیم که به احتمال خیلی زیاد اتریوم همچین کاری رو میکنه به نظر من. بعد تو موج 4 بیایم بالا و اینو در جریان باشیم. تو پول بک خیلی مهمه ما نتونیم از موج 1 بیایم پایین تر. یعنی اگه موج 4 پول بکش بخواد خیلی پر عمق تر باشه تو این ناحیه، این چارت، این تحلیل یا این شمارش موج به سمت بالاتر کنسل میشه و ما باید دیدگاهمون به یه چیز دیگه باشه. مهم اینه که تو این پول بک ما بتونیم این بالا بمونیم و بعد موج 5 از 5 تکمیل بشه که بعد بیایم به سمت پایین تر. و در کل الان ناحیه‌هایی که خب به سمت بالاتر باید حواسمون بهش باشه، اولین لولی که باید اتریوم رد کنه $2093 هستش که دقیقا میبینید $2093 این های این ناحیه هم هستش. این قیمت رو بعد اول رد کنه که ما بتونیم اولین تاییدیه رو بگیریم به سمت بالاتر و بعد باید این های اینجا رد کنه از روی $2130 که باید منتظر بمونیم ببینیم که میتونیم این دو ناحیه رو رد کنیم به سمت بالاتر که تاییدیه 100% رو بگیریم که موج 3 مون داره انجام میشه که قیمت برسه به $2200. به سمت پایین تر اولین ناحیه که خیلی مهم هستش این لویی که اینجا زدیم روی $1991. این قیمت خیلی مهمه الان اتریوم بتونه حفظش کنه. و دومین لول $1966 هستش. اگه همچین اتفاقی بیفته
و ما رد کنیم قیمت ها رو به سمت پایین تر. درسته یه ناحیه حمایت بزرگتر تو این قسمت داریم، ولی خب اون زمان باید دیدگاهمون عوض بشه و باید شمارش موجامون رو به سمت یه چیزی نزولی تر تبدیل کنیم که قیمت میخواد پایین تر بیاد. ولی خب تا اون زمان هنوز هیچی مشخص نیست، باید ببینیم اتریوم میخواد چیکار کنه امروز و اگه اتفاقی بیفته روی چارت من حتما آپدیتش رو میذارم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه لطفا دوستان. اگه سوالی داشتین کامنت بذارین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.